الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که من 4 روزی ماه مبارک رمضان را قضا کردم، یعنی 4 روز روزه نداشتم، قضا کردم به عذر. پس آیا می توانم که همین 4 روز قضا را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزهای سنتی قضا دارم؟ بارک الله فیکم. البته برادران و خواهران عزیز، هر کسی که در ماه مبارک رمضان قضا کرده باشد به سبب عذر و بعد از اینکه صحت شد و از دیگر ماها خواست که روزه بگیرد، می تواند که روز دوشنبه پنجشنبه را که روز سنتی هست روزه بگیرد و هم به قضایش حساب بکند. روز دوشنبه و پنجشنبه که روز سنتی است که در حدیث متفق علیه آمده است که روزه داشتنش سنت است، انسان می تواند که در همون روزهای سنتی قضاگیش را دارد، هم اجر سنت را میگیرد و هم اجر قضاگی را میگیرد و هیچ مشکلی ندارد در این مسئله. بارک الله فیکم.